من این کتاب رو با داستان بیژن و منیژه شروع میکنم. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. چو کیخسرو آمد به کین خواستن، جهان ساز نو خواست آراستن. ز توران زمین گم شد آن تخت و گاه، برآمد به خورشید بر تاج شاه. بپیوست با شاه ایران سپهر، بر آزادگان بر بگسترد مهر. شبی خسرو و بزرگان جشنی را ترتیب داده بودند که ناگهان پرده‌دار آمد و گفت که عده‌ای از ارمانیان یا آرمانیان به کاخ آمدند. پس شاه بر تخت نشست و آنها را پیش خواند. آنها بسیار ناراحت در حالی که اشک می‌ریختند گریان پیش شاه آمدند و گفتند: ما